اینا شعارشون تو تلویزیون اینه که هر کی بتونه کاری کنه بیاد تلویزیون یه سری چیزا رو ایجاد کنه مردم ماهواره نبینن ما اونو پخش میکنیم. حالا برنامه 90 بود خوب. من دارم میگم جامعه ای که اسیر فوتبال و کیروش و کفاشیان و امثالهم هست، این جامعه از توش مقاومت در نمیاد. برید ببینید انسان‌های بزرگی که دارن توی سوریه میجنگن تا اینا امنیت داشته باشن فوتبال بازی کنن، این انسان‌ها کدومشون اسیر فوتبالن؟ کدومشون؟ اینا رو با صدای بلند میگم به اون جوان که یادت باشه، جوان ته دلت حواست باشه، فوتبالیست یه آدم لومپنیه که بود و نبودش در دنیا و آخرت تو هیچ تأثیری نداره. کدوم یکی از این قهرمانان فوتبال گردی از جامعه رو میتونن دعوا کنن؟ غیر از انتظار، توقع، هر ساعتی تو تلویزیون مملکت نشونشون میده انتظارات آنچنانی، زمین میخ داشته، دروازه اینجوری بوده، اون حق اینا رو نداده، پول اینا میلیارد حقوق میگیرن، یه ذره حقوقشون دیر بشه شکایت میکنن به بیگانه تو فیفا. ملت یک سری قهرمان داره که تا زمانی که شهید میشن اونا شناخته نمیشن. یک سری قهرمان پوشالی به نام فوتبالیست داره که اینا رو باید بری اجنبی رو بیاری بهشون فوتبال یاد بده. یه قهرمانی که روشش رو اجنبی یاد بده معلومه چجور قهرمانی و پهلوانیه. هیچ فوتبالیست قصه نداره، چون فوتبالیست آرمان نداره، چون فوتبال آرمان نیست. فوتبال ورزش استعماریه که انگلیس و آمریکا برای بست نظام دو قطبی در جهان رقم زدن. ولی مادامی که در جمهوری اسلامی تو حکومت همه سکوت میکنن که به یک اجنبی 12 میلیارد تومان حقوق داده میشه تا توپ زدن به مردم یاد بدن، تو این مملکت به تحقق عدالت من شک دارم. جوانی که پای کلاس من بلند میشه کسی که باید بتونه بره توی سوریه و عراق شهید بشه.